متهم ردیف اول بر دار مجازات. مهافرید امیرخسروی متهم ردیف نخست پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شد. خبر اعدامش غیر منتظره بود. حکم اعدامش صادر شده بود، ولی قبل از روشن شدن مسائل مهمی اعدام شد. مهافرید امیرخسروی حدود 3 سال یک سوژه رسانه‌ای جنجالی بود، اما هنوز افکار عمومی نمیدونه او دقیقاً که بود و چه کرد. مهافرید در سال 1348 در گیلان متولد میشه. درسخون نبود، دیپلم به سختی گرفت و تحصیل در دانشگاه رو هم نیمه کاره رها کرد. پدر مهافرید در گیلان ملک، زمین و کارخونه آرد داشت. بعد از مرگ پدر در سال 68 مهافرید که از همه برادرها کوچیک‌تره، نفر اول تجارت خانوادگی میشه. از 2 ازدواج 3 دختر به نامهای صبا، دیبا و مهافرین داره. به گفته سارا، همسر اولش فردی مهربان، ساکت، تودار و محکم بوده که کار براش از هر چیز دیگه اهمیت بیشتری داشته. مهافرید در سال 72 با تأسیس یک دامپروری موفق میشه از اداره کشاورزی گیلان سفارش‌های بزرگی برای تأمین گوشت بگیره. بعد از این موفقیت چندین شرکت دیگه مانند میثاق گیلان، راسخچوب و آب معدنی داماش رو تأسیس میکنه. در سال 81 وارد رشته‌های سنگین صنعتی هم میشه و شرکت نمونه منصور رو راه میندازه. در سال 85 تعداد شرکت‌های مهافرید به قدری زیاد میشه که دیگه اداره همزمان اونها برای او ممکن نیست. برای مدیریت متمرکز شرکت‌ها به همراه 2 برادر خودش یک هلدینگ سرمایه‌گذاری تأسیس میکنه و به یاد پدر نام اون رو امیر منصور آریا میذارن. در عرض 5 سال ارزش هلدینگ امیر منصور آریا به 4700 میلیارد تومان میرسه که مالک 38 شرکت با بیشتر از 17400 نفر کارمنده. مهافرید متوجه میشه که راه موفقیت در صنایع غذایی یک پارچه کردن ساپلای چین و حلقه‌های زنجیره تأمینه. به بیان ساده، مهافرید از تهیه مواد خام تا توزیع محصول نهایی و بیشتر هر آنچه که در فرایند تولید و عرضه محصولاتش نیاز داشت در مجموعه خودش ایجاد میکنه. با توسعه فعالیت هلدینگ امیر منصور آریا، سرمایه در گردش شرکت افزایش پیدا میکنه و مهافرید از سال 88 به خرید شرکت‌های دولتی مشغول میشه. از جمله 95% سهام 2 شرکت ماشینسازی لرستان و گروه صنعتی فولاد ایران رو میخره. شرکت‌های زیانده که مهافرید همه اونها رو در مدت کوتاهی سودده میکنه. این نقطه افزایش روابط مهافرید امیرخسروی با مدیران میانی دولت احمدی نژاده. روابطی که در برخی از اونها مهافرید به پرداخت رشوه متهم میشه و مدیران مختلفی از بدنه دولت به دلیل دریافت رشوه از مهافرید دادگاهی میشن. از جمله مجید اسعدی علموتی، معاون وزیر راه، به دریافت 202,000 یورو و 800 میلیون تومان و خدامراد احمدی، رئیس سازمان گسترش و معاون وزیر صنعت، به دریافت 900 میلیون تومان رشوه متهم و محکوم میشن. نکته اون که خدامراد احمدی بعد از چند ماه زندان عفو میگیره و انتشار عکس او در مراسم ختم مادر محمود احمدی نژاد خبرساز میشه. بعد از خرید گروه صنعتی فولاد، امیرخسروی فعالیت خودش در صنایع معدنی رو افزایش میده و در مدت کمی 15 شرکت معدنی خریداری یا تأسیس میکنه. فولاد اکسین، گسترش منیزیم آریا، معدن شکافان تهران، پیسنگستر، آریا سنگ جام ایرانیان، شیشه مارلیک و سیمان فاراب شمال از جمله شرکت‌هایی هستند که در این دوره به هلدینگ امیر منصور آریا اضافه میشن. به این ترتیب این هلدینگ در 2 حوزه صنایع معدنی و صنایع غذایی به طور گسترده فعال میشه که هر 2 صنعت به شدت به خدمات حمل و نقل نیاز دارن. در نتیجه مهافرید 2 شرکت داماش ترابر ایرانیان و ایمن ترابر آریا رو تأسیس میکنه و 95% سهام شرکت دولتی و ورشکسته تراورس رو از راهن میخره.
مهافرید با خرید تراورس به شریک استراتژیک دولت در بخش ریلی تبدیل میشه، چون تراورس مهمترین تولید کننده قطعات خط آهن در ایرانه. مهافرید با روابط متنوعی که با بخش‌های مختلف دولت پیدا میکنه، توانایی خودش رو در فرصت شناسی هم به نمایش میذاره. وقتی با پیگیری اسفندیار رحیم مشایی، بانک‌ها وام‌های قابل توجهی به بخش گردشگری پرداخت می‌کردند، مهافرید شرکت گردشگری ستاره درخشان دورفک رو تأسیس کرد و وقتی دولت مشغول به پرداخت یارانه به تولید محصولات کم مصرف میشه، کارخانه نوآوران الکترونیک قم رو برای تولید لامپ کم مصرف راه اندازی میکنه. در پایان دهه 80 مهافرید برای اون که امپراتوری خودش رو تکمیل کنه فقط به یک بانک نیاز داره. برای همین درخواست تأسیس بانک آریا به بانک مرکزی ارائه میشه. با صدور سریع موافقت اولیه تأسیس بانک در سال 89 و انتشار آگهی‌های بانک آریا، فعالیت‌های گسترده و موفق مهافرید توجه نهادهای امنیتی رو جلب میکنه. نتیجه تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی هلدینگ امیرمنصور آریا تشکیل یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی در تاریخ اقتصاد ایرانه. استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی یا همون LC ریالی روشیه که هلدینگ امیرمنصور آریا از سال 86 برای تأمین پروژه‌های خودش انتخاب میکنه. شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ متهم میشن که از LC های جعلی استفاده کردن. مقام‌های قضایی عنوان میکنن مدیر شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد اهواز، یعنی کارخونه‌ای که به هلدینگ آریا تعلق داشته، با دریافت رشوه از ثبت LC ها در سیستم نرم افزاری بانک مرکزی خودداری می‌کرده و برای صدور LC ها موجودی متناسب یا وثیقه لازم رو هم نمی‌خواسته. اعتبار اسنادی پول نیست، بلکه تعهد پرداخت پوله، اما در روز سررسید بالاخره باید به پول تبدیل بشه. با این حال قبل از تاریخ سررسید میشه اون رو به قیمت کمتر فروخت و به اصطلاح اون رو تنزیل کرد. مشابه همون کاری که در بازار با پشت‌نویسی چک و رد کردن چک‌های سررسید نشده انجام میشه. بر اساس گزارش مقام‌های قضایی امنیتی، بانک صادرات در یک دوره 3 ساله 136 اعتبار اسنادی به ارزش 2855 میلیارد تومان برای شرکت‌های مختلف هلدینگ امیرمنصور آریا صادر میکنه و این اعتبارات به مبلغ 1570 میلیارد تومان تنزیل میشن. طبق گزارش دادستانی، بخش عمده این تنزیل در 2 بانک ملی و سامان انجام میگیره و مدیران برخی شعب این بانک‌ها متهم میشن که در ازای دریافت رشوه با هلدینگ آریا همکاری کردند. با ورود نهادهای امنیتی به ماجرا، مهافرید امیرخسروی در نیمه تابستان 90 به ساختمان مرکزی بانک صادرات فراخوانده میشه. او در جلسه خودش با مدیران ارشد بانک صادرات توافق میکنه برای نقد شدن اعتباراتی که قبلا صادر شده در قسط اول 190 میلیارد تومان نقداً به بانک بپردازه. اما هنوز چند ساعت از این جلسه نگذشته بود که ماموران دادستانی مهافرید رو بازداشت میکنن. آغاز دادگاه متهمان فساد کلان بانکی. بازداشت مهافرید سر و صدای زیادی به پا میکنه و او به 3000 میلیارد تومان اختلاس متهم میشه. این بزرگترین پرونده مالی تا اون زمان بود. بزرگی خبر به قدری بود که امکان کنترل اون وجود نداشت. با متهم شدن تعدادی از مدیران دولتی، فشار به دولت زیادتر میشه تا اینکه رهبر ایران به بازتاب گسترده رسانه‌ای ماجرا واکنش نشون میده. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن. مهافرید در دادگاهی که رسیدگی به فساد بزرگ نام میگیره، از غیرقانونی بودن روش استفاده از اسناد اعتباری ابراز بی‌اطلاعی میکنه. مهافرید و غلامعلی ریاحی وکیلش عنوان میکنن تا لحظه دستگیری مهافرید مجموعه آریا هیچگونه بدهی بانکی، بیمه‌ای یا مالیاتی نداشته و تعهد پرداخت شرکت فولاد به بانک 1600 میلیارد تومان بوده که در قیاس با ظرفیت تولید این کارخونه رقم متداولیه. اونها جعلی بودن LC ها رو هم رد میکنن و به نقد شدن بدون مشکل LC ها در برخی از بانک ها استناد میکنن.
ولی از اون مهمتر امیر خسروی در دادگاه گفت که مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی از همه چیز باخبر بودند. محمد جهرمی و محمود خاوری مدیران عامل بانک صادرات و ملی در زمان وقوع این ماجرا بودند. محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات از نزدیکان احمد جنتیه که در دوره معاون شورای نگهبان و در دولت اول احمدی نژاد وزیر کار بود. جهرمی بعد از مدتی از وقوع این ماجرا از مدیریت بانک صادرات کنار گذاشته میشه، ولی هرگز اتهامی متوجه اون نمیشه. محمود خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی هم از با سابقه ترین مدیران بانکی طی 30 سال گذشته بوده. خاوری بلافاصله بعد از دستگیری امیر خسروی به لندن رفت و در نامه چند خطی استعفا داد. خاوری سپس به کانادا فرار میکنه و خانه لوکس او در منطقه اعیان نشین تورنتو جنجال برانگیز میشه. خاوری با اینکه تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار داره، به همراه خانواده‌اش در کانادا زندگی میکنه. به حکم قاضی سراج، مهافرید امیر خسروی 45 ساله به اتهام فساد در زمین از طریق اخلال در نظام اقتصادی، تبانی و فساد در شبکه بانکی، کلاهبرداری و چند اتهام مالی دیگه حکم اعدام میگیره. این حکم در بامداد 3 خرداد 93 ناگهانی و بدون حضور اعضای خانواده و وکلای او به اجرا در میاد. برای تشییع جنازه مهافرید غیر از نزدیکانش، تعدادی از کارکنان مجموعه آریا هم به بهشت زهرا میان و با سر دادن شعار به اعدام او اعتراض میکنند. تعدادی از شعاردهنده ها بازداشت میشن و وزارت اطلاعات از برگزاری مراسم ختم او در مسجد سعادت‌آباد و زادگاهش در رودبار جلوگیری میکنه. خانواده مهافرید هم در آگهی ترحیم با انتخاب شعری از پروین اعتصامی موضع خودشون رو به نمایش میذارن. با اینکه شدیدترین مجازات برای مهافرید اجرا میشه، اموال او و 38 شرکت مجموعه امیر منصور آریا مصادره و حراج میشه. وکیل و اعضای خانواده امیر خسروی با اعتراض به این موضوع اون رو خلاف قانون اعلام میکنن و میگن دارایی‌های اونها با قیمت خیلی پایین حراج شده. هلدینگ امیر منصور آریا هم به مجموعه زیانده تبدیل میشه و حدود 7000 نفر از کارکنان اون بیکار میشن. غلام علی ریاحی وکیل مهافرید هم اعلام میکنه بعد از بازداشت موکلش، دادستانی حسابهای بانکی مدیران و شرکت‌های مجموعه آریا رو مسدود میکنه و با علالرأس شدن مالیات‌ها زمینه ورشکستگی و حراج اموال این هلدینگ فراهم میشه. مهافرید امیر خسروی در زمان بازداشت بزرگترین پرونده مالی رو داشت، ولی در زمان اعدام پرونده‌های قطورتری رسانه‌ای شده بود. در آستانه سالگرد اعدامش، وزارت اطلاعات از بازداشت فردی برای اختلاس 100 برابر پرونده مهافرید خبر میده، اما حکم بر این بود که مهافرید اعدام بشه. پرسش اینجاست که آیا این نوع اعدام‌ها که گاهی با ابهام‌های حقوقی هم همراهه، راه مبارزه با فساده یا راه حل اصلاح نظام اقتصادیه که زمینه یک اقتصاد پرفساد و رشوه رو فراهم میکنه؟